الحیا من الایمان. این حیا داشتن خودش نشانه ایمانداری است. همین آدمی به ایمان به حیا می شود. آدمی که ایمان ندارد حیا ندارد. آدمی ایمان ندارد شرم ندارد. این حیا داشتن بسیار بسیار یک چیزی بزرگی است. حبیب خدا میگه الحیا لا یأتی الا بخیر، الحیا کله خیر. این همه اینا حدیث های پیغمبر است. همه وقت حیا همش خیر است، حیا همش نیک است. برای همین یکی از سنت های پیغمبر خدا این حیا داشتن است. خدا عزیز حضرت سعدی را خدا رحمت کند و حضرت میگو که حیا باید که دارد آدمیزاد که لعنت بر وجودی به حیا باد. این خدا رحمت چون کند همه اونا که قرآن خواندن، حدیث های رسول اکرم که نظارت کردن، اطراف حیا بحث و مناظره ها را که نگاه کردن، پس به خلاصه آمدن که وجودی که حیا ندارد